خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. در ردکس موسیقی خلق‌های SSSR و برنامه‌های ادبی و موسیقی تاجیکی تنها بودم. اسحاق محوشف به آماده ساختن تنها اخباری تاجیکی مشغول بود. اختیار کلی ترتیب دادن و پخش کردن برنامه‌ها در عهده من بود. در فاند موسیقی رادیو قریب 40-50 ثبت موسیقی تاجیکی در تان فیلم بود. از این سرود و موسیقی ها برنامه کنسرت ترتیب داده هفته 2 یا 3 بار به افیر می برآوردم. گاها پارچه های ادبی نیز از شعر و حکایه های نویسندگان ازبک و تاجیک پخش می کردم. شب همان اولی سال 1946 بود. برنامه کنسرت تاجیکی می شنوانیدم. در برنامه سرودی معروف خواجه بهادروف در آهنگ اشاق صادر خان بود. بعد از اجرای سرودی معروف خواجه باز چند سرود دیگر پخش گردید. در وقت پخش سرود زنی نوبتچی برنامه‌های بیگاهی مرا بیرون دعوت کرد و گفت خودی حاضر از قبولگاه عثمان یوسفوف تلفن کردند. عثمان یوسفوف خواهش نموده است که باز یک سرودی معروف خواجه بهادروف شنوانیده شود. شهرت و مقام والای شخص اولی رسپوبلیک عثمان یوسفوف و خدمات وی در راه رشد و رونق صنعت و ادبیات ازبکستان به همه معلوم بود و من نیز خوب می‌دانستم. معلوم می شود که وی علاوه بر همه این شنونده و دوستدار برنامه‌های تاجیکی و مخصوصاً موسیقی تاجیکی نیز بوده است. البته چنین خبر باعث افتخار بود. لیکن در برنامه و رادیو دیگر سرودی معروف خواجه نبود. این عذر را به زنی نوبتدار گفتم و گفت که خیر همان سرود را تکرارا پخش کن. من به استودیو در آمدم و در پایان برنامه گفتم شنوندگان عزیز، حافظ خوشاواز تاجیک معروف خواجه بهادروف در جمهوری ازبکستان مشهور و محبوب است. لیکن ما از بس که در دست سرودهای دیگری آوازخوان را نداریم، با خواهش هواداران حافظ سرود اشاق صادرخان را تکرارا می شنوانیم. تلفن غیر چشم داشتی عثمان یوسفوف به نظرم مقام و اعتبار برنامه‌های تاجیکی را بلندتر برداشت. من هم در اجرای وظیفه خود دلیرتر شدم. من هر روز تا پیشین در فاکولته درس می خواندم و بعد در رادیو 2-3 ساعت کار می کردم. در کنسرت های تاجیکی به جز سرودهای لنت امکانیت داشتیم که بعضی آوازخوان‌های تاجیک را دعوت کنیم. لیکن در آن وقت من غیر از شاهنظر صاحبوف کسی دیگری را از حافظان تاجیک یا خوانندگان سرود تاجیکی نمی شناختم. شناسایی با شاهنظر صاحبوف هم به واسطه کبریا خانم بود. شاهنظر صاحبوف دعوت ما را رد نمی کرد و با کمال میل در کنسرت های تاجیکی اشتراک می نمود. شاهنظر صاحبوف با چند آهنگسازان، آوازخوانان و موسیقی شناسان مقیم ازبکستان پیش از جنگ در استودیوی نزد کنسرواتوری مسکو تحصیل کرده بود. بعد از آغاز جنگ فعالیت استودیو قطع گردید و دانشجویان به ازبکستان بازگشتند. از جمله فضلالدین شهابوف و شاهنظر صاحبوف که آوازخوان‌های مشهوری بخاری و استادان 6 مقام بودند به تاشکند بازگشتند. بعد از 1 یا 2 سال فضلالدین شهابوف با ترغیب و تحریک استاد لاهوتی به استالین‌آباد آمده راهبری قسم موسیقی رادیوی تاجیکی را به عهده گرفت. شاهنظر صاحبوف به حیث راهبری موسیقی کدام یک تئاتر تاشکند در همین شهر اقامت اختیار کرد. ایشان با همسر و 3 فرزند در عمارت محتشمی که برای اهل صنعت و ادب پیش از جنگ بنا یافته بود در یک کوارتیر 2 خانه را در اختیار داشت. در خانه دیگر یهودی امریکایی با 2 دختر نیگرزادش اقامت می کرد. منزل صاحبوف در روبروی بنای رادیو واقع گردیده
و آمد و رفت آن کس به استودیو آسان بود. صاحبوف اکثر وقت تنها کنسرت میداد و رپرتوارش عبارت بود از آهنگ‌های شش مقام. بار پیشنهاد نمودم که مصاحبه موسیقی درباره شش مقام و ساختار و تاریخ آن پخش کنیم. صاحبوف چندان میل نکرد. عموما در حیرت بودم. قریب زیاده از 1 سال است که صاحبوف آوازخوان برنامه‌های تاجیکی به استودیوی ما زود می آید، اما همیشه چون مهمان می آمد و می رفت. از آغاز کنسرت نیم ساعت پیشتر آمده در استودیوی خرد کمی مشق می کرد. بعد در استودیوی کلان نزد میکروفون سرودهای بهترین شش مقام را به مهارت بی‌نظیر اجرا می کرد. ما در آن وقت شاید کمتر می فهمیدیم، ولی در برنامه‌های تاجیکی رادیوی ازبکستان با سرودهای شش مقام برآمد کردن شاهنظر صاحبوف واقعی فوق‌العاده و پر افتخار بود. بعد از کنسرت تنبور را به جلد انداخته با تبسم خوش خداحافظی کرده به راه منزل می گرفت. شخصی با تمکین، مجلا به آداب اشرافانه بخارا بود، اما به آن کس نزدیک شدن، چیزی را مشورت کردن دشوار بود. در میانه حجابی بود که او را از ما دور می داشت. چنین بیگانگی در آشنایی بعد از این هم در بین ما وجود داشت، هرچند در معاملات و مناسبت در دایره احترام بودیم. بعد از به دوشنبه آمدنم بارها به دیدار همدیگر رسیده هم صحبت می شدیم، ولی همان حجاب در میانه افتاده بود. از اینجاست که در یاد ندارم که شاهنظر صاحبوف مثل همسالان و همکسبانش از استادان خود، از محفل‌های شش مقام خوانی بخارا، از سرگذشتی به شش مقام انس گرفتنش و از بسیار واقعه‌های عجیب نقل کرده باشد. افسوس که بجز ثبت آواز و الحان جذاب، یادنامه از این شخصی استاد شش مقام باقی نمانده است. در این میان کنسرت های تاجیکی ما درخشی پیدا کرد که جلوی آن زینت افزای برنامه های ما بود. این موقوف به پیدا شدن خواننده نو در کنسرت های ما بود. تفسیر این واقعه چنین است: از یهودی های بخاری برایف نام تنبوری بود که گاها در برنامه های موسیقی تاجیکی شرکت می نمود. از همین تنبوری بود که بار اول صدای ستا را شنیده بودم. برایف شخصی نهایت خاکسار و فقیر بود. در تئاتر موسیقی و دراموی مقیمی در ارکستر ملی تنبور می نواخت. روزی به من گفت: رسول جان، من برای کنسرت های تاجیکی یک سرودخوان عجایب یافتم. نامش سعادت قابلوه. وی را به قریبی جورخان سلطانوفی نامدار از اندیجان پیدا کرده آورد. آواز ناتکراری دارد. حال حاضر آوازخوان‌های آوازدار چندان میل ندارند که این دختر به صحنه کلام برآید، اما وی حتما می برآید. سعادت به برنامه‌های تاجیکی شوق کلام دارد، خصوصاً به سرودهای شش مقام. سرودهای شاهنظر صاحبوف او را مفتون کرده است. التماس کرد که از شش مقام به وی چند سرود یاد دهم. می‌خواهد در کنسرت‌های تاجیکی اشتراک کند. در یکی از روزهای بهار سال 1946 برایف سعادت قابلوه را به رادیو برای شناسایی و سنجش آورد. در این سنجش من بودم و اسحاق مهوشف. سعادت دختری ستاره گرم و طرحی رویش به تاجیکان نزدیک بود. چشمان سیاه خمار داشت و خنده های شینمی معصومانه. آن روز وی عراق بخارا را در شعر تاج الدولت، عشاق سمرقند را در شعر زیب النساء و باز چند سرودهای خرد شش مقام را خواند. حسن صوت، حسن کمال، حسن جمال همه به هم توأم بودند. در تلفظ و آهنگ تاجیکی خطایی به گوش نمی رسید. بعد از سرودهای شاهنظر صاحبوف این یک جهانی نوی شش مقام برای من بود. تا این دم زنی آوازخوانی را ندیده و نشنیده بودم که سرودی از شش مقام خوانده باشد. اسحاق مهوشف که در شش مقام دانی از من مقدم تر بود، بعد از شنیدن سرودها به سعادت احسنت و آفرین گفت.
و ریف را تعریف و تحسین کرد که برای برنامه‌های تاجیکی چنین خواننده خوش‌آواز را پیدا نموده است. پیش از کنسرت اولین سعادت به فاتح نیازی و کبریا خانم تلفن کردم تا آنها سرودهای خواننده نوی ما را گوش کرده فکر و ملاحظه‌شان را گویند. روزی دیگر هر دو تلفن کرده درباره لحن و آواز و خوانش سعادت سخنهای گرم و جوشان گفتند. عبدالله قهار که در تمییز سرودخوانان خیلی خوردگیر بود، کنسرت سعادت را تعریف و ستایش نموده است. به همین طریقه برنامه‌های تاجیکی بعد از شاهنظر صاحبوف باز یک آوازخوان ورزیده محبوب پیدا کرد. سعادت در کنسرت‌های ما زود برآمد می‌کرد. رپرتوار سرودهای تاجیکیش نیز زیادتر و گوناگون شد. طبیعی است که به واسطه کنسرت‌ها دیدار و ملاقات و صحبت‌های دوستانه ما زود واقع می‌گردید. بجز این، اگر گاهی او را به یگان محفل خاصه و محرمانه دعوت کنم، خواهشی مرا رد نمی‌کرد. در این محفل‌ها پهلوی من نشسته سرودهای جانبخش و روح افزا می‌خواند. بعد این صحبت‌ها من او را تا منزلش گسیل می‌کردم. در دل بجز دوستی و مودت یک احساس عجیب محبت آمیز حس می‌کردم و از گفتن آن خودداری می‌نمودم. من گویا شاهینی بودم که از این احساس تازه در فضا پرواز می‌کردم و سعادت نیز در این فضا مثل کبوترهای شوخ و مست جلوه ها می‌نمود، پرفشانی می‌کرد، گاه به شاهین نزدیک می‌آمد و گاه به بازی و پرزنی از او دور می‌شد. شاهین از این بازی و پروازهای نازپروری وی شهد شادی و خوشنودی می‌برد، اما به صید کبوتر جرأت اقدام نمی‌نمود. کبوتر شادکامانه سبک پرواز می‌کرد و نمی‌دید که در یک گوشه فضا زغن سیاه کمین گرفته است و فرصتی می‌پاید که شاهین دور شود و کبوتری آزاد و معصوم را به چنگال خود گیرد. این پروازها 2-3 سال آزادانه ادامه داشت. در این میان سعادت کنسرت‌های خود را در برنامه‌های تاجیکی و ازبکی با موفقیت دوام می‌داد. به صحنه تئاتر نیز راه یافته شنوندگان و بینندگان زیاد پیدا کرد که بجان مخلص و دوستدار او بودند و یک باره از نظرها غایب شد. 1 ماه و 2 ماه و از آن بیشتر او را نمی دیدم. هر گونه گپ‌های پست و بلند به گوش می رسید. بهاران سال 1950 روزی بعد از پیشین تصادفاً او را در رادیو دیدم. چهره خندان داشت، اما گونه تیره و پریشان. بیرون برآمدیم. در نشستگاهی گلگشت مقابل بنای رادیو نشستیم. فکری، اندیشه او را مضطرب می کرد، ولی این حال را هویدا نمی کرد. رسول جان، می خواهید من به شما یک سرودی نوم را زمزمه کنم. این سرود را دانی زاکرف گویا مخصوص برای من ایجاد نموده است. من حالا در هیچ جا آن را نخواندم، برای شما زمزمه می کنم. من دانی زاکرف را می شناختم. آهنگسازی خوبی بود از تاجیکانی سمرقند. سرود و موسیقی های دلچسب داشت، پسندی همه. بی‌صبرانه انتظاری می کشیدم که این چه سرودی بوده است که سعادت می خواهد به من تحفه کند. صدای پست وی به گوش چون نسیمی رسید. Kim geqildim bir vefa, kim yüz cefasın körmedim. Körgüzüp yüz meyr min, درد و بلاسین körmedim. این غزلی نوایی بود مالامال از درد و علم و داد و فغان از بیوفایی و بیمهری یاری بد عهد و پیمان شکن. هر کی را کردم وفای 100 جفاها دیدم، مهر دل بستم ولی درد و بلاها دیدم. آهنگ سرود نهایت مؤثر بود. لحن و صوت آن از سینه سعادت برون آمده به اعماق دلها جایگزین می شد.
در سینه ها عکسی صدای غمگینانه میداد. سرود حزن‌انگیز بود و با صدای اندوهگین شعر شاعر پس از 500 سال به هم توأم و قرین می‌گردید. سعادت خان، این سرود نه بلکه یک عالم سحرانگیز موسیقی بود. این سرود برای آواز شما ایجاد شده است. خوشبختم که این سرود را نخست از آواز شما شنیدم و این صدا و آهنگ یک عمر در یاد خواهد ماند. در واقع این آهنگ خوش را بعد از سعادت از بسیار خوانندگان شنیدم، اما در گوش همان زمزمه سعادت تا امروز صدا می دهد. من چند دقیقه خاموش بودم. در همین ساعت ازدحام مرده را با صدای موسیقی از پیش ما می بردند. رسول جان، مردن هم گاهی خوشبختی حساب می شود. کس از جفاهای عالم، از بی‌وفایی های ناکسان چشم فرو بسته یک عمر به عالم خاموشی و آسایش می رود. بعد از آهنگ حزینی سرود، این سخنهای سعادت چون ندای مدهشی از آسمان بالای من فرو ریخت و مرا مات و مبهوت کرد. چی گفتنم را نمی دانستم. به وی نگاه کردم. در چشمان سیاهش مروارید سرشک پیدا بود. اکنون فهمیدم که آن زغن سیاه کبوتری آزاد و خوشپرواز را به چنگال خود خسته و زبون کرده است. بعد از این سعادت را ندیدم. می گفتند که ناخلف به وی خیانت کرده است. نمیدانم. من به استالین آباد آمدم. بعد به مسکو برای دوام دادن تحصیل اسپیرانتور رفتم. راه زندگی دیگر شده، سرنوشت مرا به سرای سرور و خوشبختی کشیده بود. باری دوست عزیزم آهنگساز نامدار متوکل برهانوف به مسکو آمد. چند روز با هم بودیم. روزی به من گفت: میدانید رسول جان، سعادت در مسکو است. بعد از ناخوشی‌های روزگار ترک تاشکند کرده به همینجا آمده، به کنسرواتوری داخل شد. 2-3 روز پیش در مهمانی وی بودم. در مسکو بودن شما را شنیده خیلی خرسند شد. از من قول گرفت که شما را به دیدار وی برسانم. بله، من نیز خرسند بودم که سعادت در مسکو است. معلوم می شود وی مشکلی و ناآمدهای زندگی را مغلوب کرده، باز برای زندگی نو با امید و آرزو برآمده است. بله، من هم می خواهم او را ببینم. لیکن در پیشی پر و بال آرزوها سدی گذاشتم. کوشش کردم که از دیدار و ملاقات همدیگر خودداری کنم. سعادت کنسرواتوریا را با موفقیت ختم نموده به تاشکند برگشت و به تئاتر اپرا و بالت به کار درآمد. از همینجا شهرت و آوازه وی چون خواننده یکتا و ناتکرار بلند شد. به وی عنوانهای فخری، آردن و نشانهای عالی ارزانی داشتند. همه جا نام و آواز وی صدا میداد. در صحنه نقش‌های مرکب و دشوار اپراهای ملی و جهانی را اجرا می‌کرد. در کنسرت‌ها سرودهای کلاسیکی و خلقی با همان لحن پرجاذبه‌اش صدا میداد. برای کارش با نامش موافق بود. لیکن می‌شنیدم که حیات شخصی هماهنگ نامش نبوده است. اگر خطا نکنم بهار سال 1970 یا 71 در سفری تاشکند بودم. شبی با متوکل برهانوف از محفل دوستان اهل صنعت به خانه مجردانه آن کس بازگشتیم. قریب تا ساعتهای 12 شب با هم صحبت داشتیم. کمی شراب شمپن می نوشیدیم و یاد روزهای گذشته می کردیم. در عین صحبت سخن از سعادت هم آغاز شد و متوکل گفت که سعادت در بنای پهلوی عمارت آنها اقامت دارد. گفتم الان تلفن می کنم. بعد از دوری های چندین ساله خواستم صدای او را از نزدیک شنوم. بی‌جرأتانه تلفن کردم. غیر چشم داشت مثل همان سعادتی سالهای جوانی از تلفن زدنم اظهاری خوشنودی کرد و گرم صحبت می کرد.
پرسید از کجا تلفن می کنم. گفتم در آستانه کاشانه شما تشنه دیدار و سرود شما هستم. اگر التفاتی می کردید، دقیقه چند به حال پرسی در ویشان می آمدید، خدا اجر سخاوت شما را می داد. صدای خنده شیرین او به گوش رسید. گفت وقت چندی از پاس شب گذشته، شاید برای دیدار فرصت دیگری پیدا کنیم. من دیگر اصرار به خواهش خود نکردم. با متوکل همچنان سرگرم صحبت شدیم. ساعتی نگذشته صدای زنگوله‌ای در بلند شد. متوکل در را گشاد و در آستانه در پیکری به پیراهن سفید پیچیده و چشمان آتشبار سعادت نمودار گشت. بعد از تلفن شما نشستم و به خود اندیشیدم که آهی عاجزانه درویشان مبادا که سبب وبال گردد. خندیده گفت سعادت. آن شب گویا سعادت زمینی از آشیانه بلند نرسیده، بلکه سعادت آسمانی از فضای جهان فرود آمده بود. آن شبی صحبت‌هایی گرم و دوستانه و سرودهایی طرب‌انگیز و شادکامانه بود. سعادت خود سر پیانو نشسته سرودهایی تازه به تازه می‌خواند. متوکل با الهامی سرشار پیانو زده آهنگ‌های تاجیکی و ازبکی می‌خواند. شبی بود که صدای غیبی می‌گفت آن روزها فراموش نشدند و یاد جوانی سالهای سال به شما الهام و ایمان اهدا می‌کند. سعادت قابل و از سیماهای برجسته صنعت موسیقی ازبکستان است و شبهه‌ای نیست که راجع به شخص و صنعت وی کتاب‌ها تدوین خواهند شد. برای من در سرآغاز تشکیل برنامه‌های تاجیکی به مدد و همکاری ما آمدن سعادت در گسترش و نیرو یافتن بخش تاجیکی رادیوی ازبکستان فالی نیک بود.